های، توی این ویدیو قراره راجع به تجربه خودم از آزمون بتسوای گوته و بتسوای اوسته بگم و اینکه در آخر با بتسوای گوته مهاجرت کردم و همین دیگه. اگه فکر کنید که این موضوع بهتون کمک میکنه این ویدیو رو تا آخر ببینید. خب من تا الان تو چنلم ویدیو اینطوری نذاشته بودم، ولی احساس کردم که این ویدیو میتونه مفید باشه، پس گفتم که تجربه‌مو پست کنم و خب شاید خیلی از شماها بخواید ببینید، چون من خودم وقتی که داشتم آزمون میدادم خیلی تو یوتیوب دنبال منابع بودم و تجربه مردم رو میشنیدم. خب so here we are که اینا رو بهتون بگم. خب از اینجا شروع میکنیم که من تقریبا حدود 1 سال پیش و یکم بیشتر فوریه 2024 آزمون گوته دادم و خب همش رو دفعه اول قبول شدم و توی اکتبر آزمون اوسته داده بودم و خب 2 تا تایلش رو قبول شدم و بقیه‌اش رو قبول نشدم که بخوام برم اشتقشن امتحان بدم. خب این 2 تا آزمون و نحوه برگزاریشون یه جوره و هر دو 3 تا تایل تو یه روز و یه تایل دیگه تو یه روز دیگه است. البته گوته رو میدونم که شاید بشه تایل هم امتحان داد، ولی من همه رو یه روز امتحان دادم. خب اصلا این ویدیو اینه که اصلا من چطوری توی 10 روز آزمون گوته رو دادم. واقعا توی 10 روز واسش آماده شدم. البته نمیتونم بگم قبلش زبان آلمانیم 0 بود، ولی هیچ وقتم نمیگم که زبان آلمانی خیلی قویه. با زبان آلمانی متوسط و 10 روز خیلی مطالعه کردن من تونستم که این آزمون رو قبول شم. و خب اینطوری بود که آزمون اوسته ساختارش برای تایل لزن یکم متفاوت هست و خب یه قسمتی داره که لوکه داره و خب اون پارسال برای من خیلی سخت بود و نتونستم آزمون اوسته رو قبول شم به خاطر اون قسمت. همچنین اینکه بی اثر نبود، چون که من اصلا آماده نشده بودم واسه این آزمون زیاد، ولی وقتی که گوته رو در بهمن دادم خیلی واسم راحت تر بود. کلا من فکر میکنم که گوته یکم آزمونش رو قبول شدن آسون تره از اوسته که الان متاسفانه سنتر برگزاری گوته تو ایران یه مدت بسته شده بود و الان نمیدونم موقع این ویدیو هنوز بسته است یا باز شده. خب حالا میریم سر این موضوع که خب برای امتحان اوسته من زیاد آماده نشده بودم ولی برای امتحان گوته آماده تر بودم و خب برای امتحان اوسته میتونم بگم که برای تایل اشقایبنش یه سری موضوعات هست که ممکنه بیاد و احتمالی هست و اگه اونا رو کار کنید خیلی بهتون کمک میکنه که همین موضوع رو ما دقیقاً توی گوته هم داریم که خب من اونو بهتر میتونم راجع بهش اطلاعات بدم چون خودم خیلی بیشتر مطالعه کردم توی 10 روز. خب از اینجا شروع میشه که 4 تا تایل داره و 3 تا تایل تو یه روز امتحان میدیم و یه تایل اشتقشن رو بعداً امتحان میدیم اگه تایل دیگر رو قبول بشیم. البته خب میشه جداگونه هم امتحان داد، ولی من اینو انتخاب کردم برای کسایی که تهران نیستن اینجوری راحت تره و مخصوصا الان که دیگه باید فکر کنم رفت یه کشور دیگه امتحان داد و خب طبیعتا همه ترجیح میدن که همه رو یه موقع امتحان بدن. خب میریم سر اصل مطلب که برای تایل هوقن و لزن من خودم خیلی به صورت ناخودآگاه کلا فایل هوقن گوش میدم و سعی میکردم خیلی خودم رو با زبان آلمانی درگیر کنم و گوش میدادم. به جز اینکه شما ترانسکریپشن رو بخونید وقتی که دارین تمرین میکنید خیلی بهتون کمک میکنه، ولی خب در کل بخوام بگم من کتاب اشتارت بیا و اونیزیشا رو تا حد B2 و C1 خونده بودم تا اواسط C1. آره ولی خب واقعا C1 نبودم و B2 هم نبودم، میتونم بگیم که در حد B1 پلاس بودم وقتی که امتحان دادم. و کتاب‌های آمادگی آزمون خیلی مهمه مثل پروفونگسترینینگ و پروژکت نویا که اسمشون اینجا می‌نویسم. این 2 تا کتاب نمونه سوالایی داره که شما رو آماده می‌کنه واسه امتحان و خیلی مهمه که اینا رو کار کنین چون امتحان اصلی هم دقیقاً شبیه همونه، نه سخت‌تر نه آسان‌تر، از نظر من واقعاً همونه. و به جز این یه مورد دیگه هم هست، این که خب الان خیلی زیاد شده که برای آزمون‌های مختلف زبان یه سری فایل هایی هست که میگن احتمال داره اینا بیاد و خب پرتکرار هستن به اصطلاح و من پیشنهاد نمی‌کنم که شما فقط اونا رو بخونید و چون که هم حفظ کردن اونا خیلی زمان میبره و از طرفی خب چیزی هم بهتون اضافه نمیکنه. خیلی ها میان مثلا با آدو میرن امتحان میدن با حفظ کردن همون پرتکرارا، ولی من پیشنهاد میکنم که واقعا سطح خودتون تا یه جایی برسونید که وقتی تست میزنید و چک کنید و ایراداتون رو در بیارید ببینید که خب قبول میشم، یعنی از درصد قبولی بالاتره و یکم خودتون رو درگیر اون فایلا کنید. کامل خودتون رو نذارید که فایلای پرتکرار رو حفظ کنید چون ممکنه اونا نیاد و خب خود گوته الان فهمیده که این فایل پخش شده و ممکنه هر زمانی سوالات رو کلا تغییر بدن. یه نکته دیگه هم هست که خب برای
برای حفظ کردن اون فایل‌های پرتکرار که خیلی زیادن شما تایم خیلی زیادی نیاز دارید که اونا رو همه رو حفظ کنید و کدبندی کنید. پیشنهاد من اینه که واقعا هم خودتون بخونید، هم اگه فکر می‌کنید از استرستون کم می‌کنه یکم هم اونا رو حفظ کنید و خب برای حفظ کردن اونا بهتره که همشون رو کدبندی کنید و هی با خودتون هر روز مثلا چطور بگم، مثلا شاید 10 روز قبل از امتحان روزی اونا رو 5-6 بار بخونید. لازم نیست که حتما همه کلمات رو ریز به ریز حفظ بشید، ولی همین مرور مکرر باعث میشه که شما وقتی که توی امتحان اون کلمات رو میبینید اون کلمات توی ذهنتون انگار یه چراغ بزنه و خب ببینید که اینا جواب درسته. حالا باز من دارم میگم که این تنها کاری نیست که باید انجام بدید و باید خودتون هم واسه آزمون آماده باشید. بعد میریم برای تایل اشقایبن و اشفقشن که خب این دو تا تایل یکم بیشتر دست خودتونه، هم نوشتاری هم مکالمه. و خب اول از همه این که توی تایل اشفقشن وقتی که من همه رو قبول شدم بعد واسم اومد توی سایت که توی این تاریخ باید بیای امتحان اشفقشن بدی و خب اونم تقریبا فکر میکنم 10 روز بعد از قبولیم بود، بعد از اینکه توی سایت دیدم قبول شدم. و اونجا که میریم همه منتظر میشینیم و با یک نفر پارتنر میشیم و راجع به یه موضوعی با هم دیگه بحث میکنیم. قبلش پرزنتاسیون داریم، اول یه ورقه میدن، مثلا موضوع رو انتخاب میکنیم، میتونیم یکم نوت برداری کنیم و بعد راجع به اون موضوع صحبت کنیم و یکم هم با هم دیگه چی بود کلمش، با هم دیگه راجع به اون موضوعی که هم من حرف زدم هم پارتنرم گفتمان میکنیم. وای کلمش یادم رفت. خب اوکی، حالا چیزی که اینجا بهتون کمک میکنه اینه که شما وقتی که میرین امتحان تایل قبلی رو قبول میشید، خیلی گروه ها توی تلگرام هست، کلا خیلی، یعنی من به شخصه خیلی فعال بودم و خیلی پیگیر بودم، دنبال همه سوال میکردم از مردم و اینا. و خب مثلا وقتی اون دیت امتحان هست، برای اون دیت امتحان احتمالاً یه گروهی میزنن و شما میرین توی اون گروه عضو میشین و هی مثلا با هم تمرین میکنید. قبل از امتحان اشتباهشن شما احتمالش خیلی بالاست که با همون آدما اون روز که امتحان دارید پارتنر شید سر امتحان. پس چیزی که بهتون کمک میکنه اینه که خب شما با همه کسایی که اون روز امتحان دارن سعی کنید پیداشون کنید و باهاشون یه دوری مکالمه رو داشته باشین. خیلی این موضوع بهتون کمک میکنه و از استرستون موقع حرف زدن کم میکنه. یک موردش این بود. مورد دومش این بود که خب شما باید یه سری قاعده میتل و یه استراکچر ساخته باشید واسه خودتون که هم برای اشقایبن استفاده کنید هم برای اشفقشن، یعنی یه استراکچر برای اشقایبن یه استراکچر برای اشفقشن. خب این استراکچر رو میتونید برای اشقایبن برای هر موضوعی تقریبا یه حالت انعطاف پذیر بنویسید که بتونید با هر موضوعی تطبیقش بدید. برای اشفقشن هم همینطور یه سری جملات رو بدونید که خب من باید با این آنلایتون شروع کنم و با اینا تموم کنم، بینش هم با اینا مثلا جملات رو به هم دیگه وصل کنم. اینا خیلی مهمه چون به شما وقتی که میرید سر امتحان اینجوری نیستید که صفر باشید و موضوع رو میذارن جلوتون، شما یه راهنمای مغزی دارید انگار که خب مثلا چه روشش قرار شروع کنم و کجا تموم کنم و اینا. و سعی کنید که اگه موافقید یا مخالف توی قسمت مکالمه زیاد به اون توجه نکنید که نظر شخصیتون چیه، بلکه به این توجه کنید که چجوری میتونید بهتر مانور بدین توی مکالمه. این مورد خیلی مهمه. من خودم به شخصه با اون فردی که سر امتحان باش امتحان دادم برای اشفقشن با هم دیگه توی گروه قبلا حرف زده بودیم و خب این خیلی به من کمک می‌کرد چون احساس می‌کردم که اون فرد غریبه نیست و تقریبا سطح زبانش رو می‌دونستم. و خب برای اشقایبن میتونم یه مورد دیگه هم بگم. دوباره برای اشقایبن و اشفقشن یه سری موضوعات هست که ممکنه توی امتحان بیاد و خب باز ممکنه اونها هم نیاد، ولی کار کردن اون موضوعات خیلی به شما کمک میکنه که برای موضوعات دیگه هم که مشابهشه آماده بشی. خب مثلا یه موضوعی که برای اشقایبن میاد، موضوعی که در سطح B2 مگه چقدر زیاده، مثلا دیگه تهش 20 خورده‌ای باشه. موضوعها مشابه همن، یه موضوع خیلی متفاوت نمیاد. و من کاری که کردم یه دفتر داشتم که توش هر موضوعی رو مینوشتم و ایده های خودم راجع به اون موضوع پوزیتیو و نگاتیو مینوشتم و خب هر ایده‌مو مینوشتم چون من به شخص سر امتحان وقتی استرس بگیرم نمیتونم فکر کنم تازه یه چیزی انشا بنویسم یا یه ایده جدید به ذهنم برسه. همچنین با کار نوشتن اینا میتونین یه سری لغات سخت که میخواین سر امتحان به کار ببرین رو هم بنویسید که خب اگه این موضوع اومد من ایدم اینه و این کلمات رو به کار میبرم، نکات مثبتش اینه، نکات منفیش اینه. این خیلی بهتون کمک میکنه. من این کارو کردم همینجوری، بعد هر روز مرور میکردم مثلا اون دفتر رو میدم که خب فلان موضوع مثبت و منفیش اینه، ایده منم اینه و این موضوع واقعا کمک کننده بود برای من. بعضی‌ها اینطوریان که خب هر بار میخوان یه متنی بنویسن یه متن جدید مینویسن، ولی من اینطوری نبودم واقعا چون که ایده‌ای که تو ذهن من بود ثابت بود و طبق همون دوباره مینوشتم. خیلی به من کمک میکرد، شاید چون من یادمی هستم که با حفظی بیشتر جلو میره. ممکنه هر کس فرق کنه ولی خب این تجربه شخصی من بود که تونستم باهاش گزامت 80 خورده‌ای بگیرم و خب واقعا از اوست آسون تره.
واقعیتش رو دارم میگم، به نظر من OST آزمون سخت‌تریه. شاید من اون موقعی که این آزمون رو دادم، وقتی OST دادم موقع آماده نبودم، ولی وقتی گوته دادم خیلی آماده تر بودم. و من پیشنهاد میکنم که هر کسی توی این مرحله هست گوته بده. و خب البته من راجع به آزمون تستاف اطلاعاتی ندارم چون اون آزمون رو ندادم. خب خیلی از بچه‌ها هم میرن اون آزمون رو میدن. و خب خلاصه این تجربه من بود از این آزمون و امیدوارم بهتون کمک کرده باشه. خیلی وقت بود می‌خواستم این ویدیو رو بگیرم ولی وقت نمی‌شد. همونطور که می‌بینید 1 سال خورده که از این مدرک من میگذره، ولی خب الان تازه اومدم آلمان چند ماهه و این ویدیو رو می‌خواستم به موقعش بگیرم. توی ویدیوهای بعدی هم ممکنه یه محتوای شبیه این باشه، ولی در کل خب چنل من بیشتر راجع به زندگی خودمه و هر چیزی که برای من اتفاق بیفته و شاید فکر کنم که برای افراد دیگه هم تو یوتیوب جالب باشه. و خب اگه این ویدیو بهتون کمک کرد میتونید لایک کنید و سوال اگه دارید و هر چیزی ازم بپرسید، بهتون راهنمایی میکنم. و همچنین اگه منابع خاصی رو مثلا بخواید تا جایی که داشته باشم میتونم براتون بفرستم. اگه توی کامنت بهم بگید حتما بهتون کمک میکنم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین.